سلام. امروز می‌خواهیم درباره کلام خدا صحبت کنیم. چه خدای خوبی داریم، چه خدای بزرگی داریم. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. بگذارید دعا کنیم. ای خدای بزرگ، من شکرت میگم در اسم عیسی مسیح. من به زانو میآیم پیش شما ای خدای بزرگ. خواهش میکنم برای تمام برادران و خواهرانم در تمام نقاط دنیا که روشنایی زندگی براشون روشن بشه، که این چراغ زندگی براشون روشن بشه، که از توی تاریکی دین و مذهب بیرون بیان ای خدای بزرگ، که بتونن صورت شما رو ببینن ای خدای بزرگ. من شکرت میگم در اسم عیسی مسیح. به زانو میایم پیش شما ای خدای بزرگ. شکرت میگم برای تمام برکات زندگی، برای آسمان آبی، برای خورشید، برای ماه، برای همه چی که آفریده ای خدای بزرگ. و مهمتر از همه برای قربانی عیسی مسیح که انقدر ما رو دوست دارین ای خدای بزرگ، که تنها پسرتون رو روی صلیب قربانی کردین که مجازات گناههای ما پرداخته بشه ای خدای بزرگ. من شکرت میگم برای کتاب مقدس، برای تمام شاهدان شما ای خدای بزرگ، که همین کتاب مقدس تنها شاهد شماست روی این کره زمین. من شکرت میگم ای خدای بزرگ. خواهش میکنم که آتش خدا بیاد پایین و روی تمام برادران و خواهرانم که حقیقت رو دوست دارند، که شما رو دوست دارند، که خوبی رو دوست دارند، که کارهای شیطان را از روی ایشان از بین ببره، شیطان رو بسوزانه از تویشون و روشنایی زندگی براشون آشف بشه، روشنایی زندگی رو ببینن ای خدای بزرگ، که شما هستین نور زندگی، که شما هستین نور زندگی. خواهش میکنم صحبت کن از طریق بچت در اسم عیسی مسیح و چشمهای کور رو باز کن امروز ای خدای بزرگ، که همه پیش شما به زانو بیاین و شکر بگن برای قربانی عیسی مسیح، تنها پسر پاک شما. آمین و آمین. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. چه خدای خوبی داریم، چه خدای بزرگی داریم. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. دوستان من، اگر این خدای یگانه را هنوز نمیشناسین، امروز روز نجات شماست. امروز این خدای یگانه میخواد بیاد توی زندگیتون و انقدر به شما برکت بده. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح که جا نداشته باشین. شکر به خدا. بله دوستان من، یک نفر هست در بالاترین آسمان نشسته مثل شاه شاهان و انقدر من و شما رو دوست داره، انقدر من و شما رو دوست داشت که 2016 سال قبل تنها پسرشو عیسی مسیح را روی صلیب قربانی کرد که مجازات گناههای من و شما پرداخته بشه. بله دوستان من، این یک قربانی پاکه که از خدا اومده و تنها قربانیه که پیش خدا قابل قبوله. ما نمیتونیم انسانهای گناهکار هیچ قربانی به این خدای مقدس
تظاهر کنیم که قابل قبول باشه. هیچ انسان گناهکار نمیتونه قربانی قابل قبول داشته باشه پیش این خدای یگانه. بله دوستان من، قربانی پاک آماده شده. قربانی پاک روی صلیب کشته شد که مجازات گناه‌های ما پرداخته بشه. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. بله دوستان من، این قربانی، شکر به خدا، ما باید با زبان خودمون اعتراف کنیم، چون این قربانی وجود داره و ما وقتی با زبان خودمون اعتراف میکنیم، این مثل یک کلیده که در رو باز میکنه. این وقتی ما با زبان خودمون اعتراف میکنیم به عشق خدا، که خدا انقدر تمام دنیا را دوست داشت که تنها پسرشو روی صلیب قربانی کرد که مجازات گناه‌های تمام کسانی که اعتراف میکنن به کار خدا، به قربانی خدا، میتونن نجات بیابن. بله دوستان من، حالا امروز شما میتونین با من این دعای کوچولو رو بگیم. خواهش میکنم تکرار کنین. بگیم: ای خدای بزرگ، من گناهکارم، خواهش میکنم ببخش منو. من باور میکنم که شما انقدر منو دوست دارین که تنها پسرتونو عیسی مسیح را روی صلیب قربانی کردین که مجازات گناه‌های من پرداخته بشه. من شکرت میگم ای خدای بزرگ. خواهش میکنم بیا توی قلب من و نجاتم بده از تمام دروغ‌های دنیا. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. بله دوستان من، اگر این دعا رو کردین، خواهش میکنم به من بنویسین به لیلیز مینیستریز P.O. Box 18041 سیلم اورگان 97305. و اگر کتاب مقدس لازم دارین، من میتونم اینو براتون مجانا بفرستم. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. بله دوستان من، خدا یکی هست ولی شیطان هم اونجا هست. شیطان الان روی این کره زمین زنده است و میتونه روی کسانی که عیسی مسیح را نمیشناسن کار کنه. شیطان از همون روز نخستین از طریق دین و مذهب کار کرد که توانست آدم نخستین را گول بزنه. وقتی خدا به آدم گفته بود که از تمام درخت‌های باغ ایدن میتونی آزادانه بخوری، ولی از یک درخت شناخت نیک و بد نخوری، شکر به خدا، چون روزی که از این درخت بخوری میمیری، خدا به آدم گفت. ولی شیطان اومد و به آدم گفت این درست نیست. شیطان شروع کرد با انسان صحبت کنه و انسان کلام خدا رو شکست و از این باغ ایدن، باغ خدا، بیرون انداخته شد. به همین دلیله که ما امروز انقدر دین و مذهب‌های گوناگون داریم. هر یک کشوری برای خودش یک دین جدا داره. دوستان من، تمام این دین‌ها دروغن. تمام دین‌ها دروغن، چون خدا توی هیچ دینی نیست. خدا به ما نفس زندگی را بخشیده. خدا به ما این بدن را بخشیده
و خدا به ما فکر و روح ما را به ما بخشیده و خدا میتونه با هر یکیمون صحبت کنه. خدا میگه من بهتون زبان دادم، من میتونم باهاتون صحبت کنم. خدا میگه من بهتون گوش دادم، من میشنوم وقتی شما به من صدا میکنین. بله دوستان من، حالا ما باید فقط و فقط به این خدای یگانه که خورشید و ماه و تمام ستاره ها را آفریده، تمام کره زمین، تمام اقیانوس ها، تمام کوه ها، تمام گل ها، تمام غذا، تمام درخت ها را آفریده. این خدای یگانه میخواد با هر یکیمون شخصاً صحبت کنه. این خدای یگانه توی هیچ کلیسایی زندگی نمیکنه، توی هیچ مسجدی، توی هیچ ساختمانی زندگی نمیکنه. تمام کهکشان ها، تمام کره زمین، تمام ستارگان مال خداست. خدا همه این چیزا را آفریده و تنها چیزی که خدا میخواد از ما بشریت که خدا توی قلب ما زندگی کنه. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. اکثر مردم میگن که خدا توی قلب انسانه، ولی دوستان من فقط کافیه ما اطراف خودمون رو نگاه کنیم. به تلویزیون وقتی نگاه میکنیم، وقتی مردم دیگر رو میبینیم، یا حتی وقتی غلطهای خودمون رو میبینیم، چقدر میبینیم که انسان از خدا جدا شده. هیچ خوبی در انسان نیست، چون خدا وقتی انسان را از اون باغ ایدن بیرون انداخت، انسان از خدا جدا شد و ما خدا رو نمیشناسیم. تمام جنگ ها، تمام مریضی ها، تمام این جداها و تمام چیزهایی که اتفاق میفته روی این کره زمین به خاطر اینه که انسان از خدا جدا شده و امروز انسان حتی پایین‌تر از جانورانه، چون کلام خدا میفرماید که جانوران صاحبشون رو میشناسن ولی انسان خدا رو نمیشناسه، چون روح انسان مرده، روح انسان از خدا جدا شده و امروز از طریق این دین و مذهب‌های گوناگون انسان‌ها بیشتر دشمن همدیگر شدن. حتی دین‌ها برمیخیزن با دین‌های دیگر در جنگ و جدال، همدیگر رو میکشن به خاطر خداشون. دوستان من، تمام اینها گناه پیش خدا و تمام اینها ثابت میکنه که شکر به خدا که انسان توی تاریکیه، که شیطان اینجا کار میکنه، یک چیز خیلی بدی کار میکنه و ما حالا چطور میتونیم از این تاریکی نجات بیابیم؟ ما یک انسان که یه روز به این دنیا آمدیم و یه روز باید بمیریم، ولی امروز ما زنده هستیم. ما چطوری میتونیم در خلوت خونمون، در خلوت قلبمون، چطوری میتونیم این خدای حقیقی رو پیدا کنیم؟ خدای حقیقی رو، دوستان من، این کلام مقدس به ما میگه که خدا در روی زبان ماست. انسان ها این قدرت رو دارن که صحبت کنن. وقتی ما صحبت میکنیم خدا میشنوه. فقط کافیه بگیم ای خدای بزرگ، من گناهکارم،
من هنوز شما رو نمیشناسم. خواهش میکنم بیا توی زندگی من، چشمامو باز کن که من شما رو بشناسم. و ای خدای بزرگ، درباره این قربانی پاک، قربانی عیسی مسیح، خواهش میکنم اینو به من نشون بده. من کورم، من نمیدونم حقیقت زندگی چیه، ولی من به زانو میایم پیش شما. من باور میکنم که شما به من زندگی دادین. خواهش میکنم این حقیقت رو به من نشون بدین. حقیقت زندگی، حقیقت قربانی عیسی مسیح، که من نجات بیابم از این تاریکی، نجات بیابم از گناههای پدرانم، نجات بیابم از گناههای خودم. بله دوستان من، این یک دعاییه که خدا میشنوه. هر کجایی که هستین، مهم نیست چند سالتونه، مهم نیست چقدر پول دارین یا چقدر پول ندارین، مهم نیست کجایین. فقط و فقط کافیه با زبان خودتون به بالاترین آسمان صدا کنین. به بالاترین آسمان. هیچ کسی رو لازم ندارین و فقط از این خدای یگانه بپرسین درباره حقیقت زندگی. چون شیطان همیشه از طریق ترس میاد. اکثر دین ها و مذهب ها از طریق ترس میخوان مردم را توی تاریکی نگه دارن. میگن اگر این چیزی که ما به شما میگیم اینو باور نکنین، ما شما رو میکشیم. از طریق ترس. ولی خدای یگانه هیچ وقت از طریق ترس نمیاد. خدای یگانه از طریق عشق میاد که میگه من دوستت دارم و من تمام روشنایی زندگیم و من آمدم که به شما زندگی ببخشم، زندگی پربرکت، زندگی جاوید، زندگی خوب، زندگی خوش. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. ولی تاریکی میاد همیشه از طریق مرگ و کشتن و دزدیدن و توی تاریکی، میخواد همه چیز رو توی تاریکی نگه داره. این چیز سیاه، این لباس سیاه، این چادر سیاه، همه چیز رو میاد توی تاریکی نگه داره و توی تاریکی هیچ چیزی نیست تنها شیطان. تاریکی هیچ قدرتی نداره، چون وقتی روشنایی میاد تاریکی باید فرار کنه. وقتی روشنایی بیاد تاریکی فرار میکنه. بله دوستان من، اجازه بدید روشنایی زندگی بیاد توی زندگیتون. روشنایی زندگی از هنر انسان، از فکر انسان، از زرنگی انسان، از ثروت انسان پیش نمیاد. روشنایی زندگی یک شخصیه که مثل شاه شاهان در بالاترین آسمان نشسته. نور زندگی، نور زندگی که میخواد بیاد توی قلبمون. دلیل این که شما امروز این نور زندگی رو امکان داره هنوز نداشته باشین، دلیلش اینه که اکثر مردم دنیا توی تاریکی زندگی میکنن، چون انسان از خدا جدا شده. روز نخستین پدر نخستین ما پیش خدا گناه ورزید، کلام خدا رو شکست و از اون باغ خدا بیرون انداخته شد. معنیش اینه که رفت توی تاریکی.
باغ خدا تمام روشنایی، پربرکت، خوب، سلامتی تا ابد و تا ابد. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. حتی از همین روز که وقتی ما صدا میکنیم به این روشنایی، به خدای حقیقی و قبول میکنیم به قربانی پسرش، قربانی عیسی مسیح که روی صلیب کشته شد که مجازات گناههای ما پرداخته بشه. عیسی مسیح زندگی خودشو برای ما قربانی کرد. هیچ کس نمیتونه عیسی مسیح را بکشه، ولی وقتی عیسی مسیح روی صلیب مرد و کشته شد، به خاطر اینه که به خاطر عشقش بود برای ما. عیسی مسیح با میل خودش، با قدرت خودش جانش رو برای ما فدا کرد و 3 روز بعد وقتی بدن عیسی مسیح را گذاشتن توی قبر، 3 روز بعد عیسی مسیح از مردگان زنده شد. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. امروز عیسی مسیح در دست راست خدا نشسته و داره برای شما و برای من دعا میکنه. عیسی مسیح زنده و سالم در دست راست خدا نشسته که هر زبانی اعتراف کنه که عیسی مسیح خدای یگانه است و هر زانویی به زانو بیاید. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. حالا چرا باید بگن عیسی مسیح خداست؟ چون دوستان من، ما انسان‌ها آفریده شدیم در شکل خدا. ما انسان‌ها بدن داریم، فکر داریم و روح داریم. وقتی انسان میمیره، روحش باید یا با خدا زندگی کنه تا ابد یا از خدا جدا باشه. معنیش شیطانه. بله دوستان من، روح انسان تا ابد زندگی میکنه. به همین دلیل بود که اگر عیسی مسیح روی صلیب قربانی نمیشد، تمام بشریت، تمام مردم دنیا بایستی برن توی اون دریاچه آتیش، اون جهنم که تا ابد و تا ابد میسوزه، که آتشش هیچ وقت خاموش نمیشه. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. این قربانی عیسی مسیح، قربانی پاک برای خدا لازم بود که انسان بتونه از مجازات گناه‌های نه فقط خودش ولی گناه‌های پدرانش نجات بیابه. وقتی یک پدری گناه می‌ورزه، این گناه میره روی بچه‌هاش و روی نسل بعدش و روی نسل بعدش. ولی وقتی ما به خدای یگانه صدا میکنیم و از گناهانمون بر میگردیم و شروع میکنیم که با قانونهای خدا و با کلام خدا زندگی کنیم، این برای ما میشه پیش خدا راستگاری و خدا میتونه ما رو قبول کنه. ولی خدای یگانه دوستان من، این خدایی که همه چیز را آفریده،
دین و مذهب‌های خیلی زیادی روی این کره زمین هست. هر کشوری برای خودش یک دین و مذهبی داره. هر روز یک دین و مذهب تازه بیرون میاد، ولی این تمامشون دروغه. چون خدای یگانه، شکر به خدا، تنها پسرش را، عیسی مسیح را روی صلیب قربانی کرده که بتونه مجازات گناههای تمام مردم دنیا رو بپردازه. فقط و فقط کافیه با زبان خودمون اعتراف کنیم به این کار پاک خدا و ببینیم برای خود ما ثابت بشه که خدای حقیقی کیه. شکر به خدا و شکر به اسم پسرش عیسی مسیح. آمین و آمین.